این مدل دامن که مال مشتری هستش الان میخوام برش بزنم. مدل ماهی هست. اندازه های کمر و باسنشو، باسن کوچیک بزرگشو در آوردم. از بالای کمر رو اندازه زدم، باسن کوچیک رو اندازه زدم و باسن بزرگ و قد و پارچه رو روی اوریب گذاشتم و جلوی دامن رو برش زدم. خیلی آسان و راحت. این برش دامن این کمره و اینم باسن و قسمت پایین و به زانو که رسیدم یه مقدار کمش کردم چون دور زانو هم داشتم. دور زانو هم گرفته بودم که یه مقدار حالت گودی میگیره، یعنی یه مقدار کم میشه به خاطر اون مدل ماهی بودنش. بعد جلو رو که بریدم تموم شد، پشتم باز دولای پارچه رو میذارم دوباره. منطقه قسمت جلو رو که دولا کردم وسط پارچه رو به صورت اوریب، پشت رو به سمت ترکی پارچه تا زدم که درز زیپ داشته باشه، یعنی درز وسط پشت باشه. اینم اوریب گذاشتم. بعد قسمت جلو رو کاملا گذاشتم روی پشت و همون اندازه، فقط با این تفاوت که برای پایینش یه مقدار من پایین دامن رو قسمت پشت رو یه 5 سانتی بلند گرفتم، خیلی کم چون دنباله نخواسته، ولی من یه مقدار همیشه نرمال دامنا رو یه مقدار پشت رو بلند میگیرم و الان میبرمش. پشتم بریدم. الان میرم برای دوختنش و روی پرو گذاشتن.